او نه مقاومتی میکرد و نه فراری، فقط غمی بی پایان بود که او رو در بر میگرفت. قورباغه که دیگه تاب این رنج رو نداشت به پیش دوست قدیمیش خرچنگ دانا رفت، دوستی که پنجه هاش چون شمشیر استوار بود. قورباغه که خیلی غمگین شده بود به خرچنگ گفت: ای برادر خرچنگ، تدبیری بیندیش، خصمی قوی و دشمنی بیرحم مرا آزار میده، نه توان مقاومت دارم و نه مهاجرت. خرچنگ گفت: آه برادر، غم تو غم من است. خرچنگ که حکمتش زبان زد بود در ادامه گفت: قوی پنجه‌ای توانا را جز با مکر نتوان شکست داد. در این اطراف راسویی زندگی می کند، حیوانی گرسنه و حریص. چند ماهی